اینجا خیلی عجیب غریبه. چی میتونه باشه یعنی؟ اوه اینجا رو نگاه. کنجکاوم برام بالاش ببینم که چه جور جاییه. سلام رفقا، به چنل خودتون مکسیدرز خوش اومدین. من مکسم، ایتالیا زندگی میکنم، کار دلیوری غذا انجام میدم. اگر از این سبک ویدیو خوشتون میاد حتما به چنل سابسکرایب کنید. من امشب یه شیفت 3 ساعته دارم، از ساعت 6:30 تا 9:30. بریم ببینیم که چقدر میتونم درآمد داشته باشم تو این 3 ساعت و چند تا سفارش میتونم برسونم. بریم سراغ سفارش‌ها. ما اولین اوردر رو تحویل گرفتم. این اوردر مال گلوبو بود، 4 یورو 22 سنت. با مشتری هم 15 دقیقه 3.9 کیلومتر فاصله دارم. برو بریم. Ciao. Buon appetito. Grazie mille. Ciao. سفارش گلوبو رو رسوندم. 4 یورو 22 سنت خود سفارش بود. 2 یورو هم انعام گرفتم. جمعاً 6 یورو 22 سنت برای این سفارش گلوبو. صدای موزیک داره میاد از این ور. چه خبر میتونه باشه؟ خب یه سفارش دیگه از گلوبو الان واسم اومد، اکسپتش میکنم. این سری از رستوران نیست، از سوپرمارکت پنیه. با پنی 6 دقیقه 1.6 کیلومتر فاصله دارم. برو بریم. اینجا هم نمایندگی هوندا. در کل چون اینجا یه مقداری سمت حاشیه شهره، نمایندگی های موتور و ماشین اینجا زیاد شعبه دارن. خب با مشتری 4 دقیقه 700 متر فاصله دارم. برو بریم. Ciao. Roberto? Oh, here's your receipt, sir. Your receipt. Goodbye.
اینم 3 یورو و 77 سنت بود که 3 یورو و 3 سنت هم انعام گرفتم. مجموعاً شد 6 یورو و 80 سنت بابت این سفارش گلوبو. خب یه اوردر دیگه از گلوبو برام اومد با رستوران 1.2 کیلومتر 5 دقیقه فاصله دارم. Let's go. چاو گلوبو 13 یورو و 90 سنت اینجا باید پرداخت کنم به رستوران. خب اینجا بهم گفتش که مبلغو برو اون ور پرداخت کن. Ciao. Allora, l'8-1 sono 13,90. Okay. Grazie. Grazie. Ciao. اینم از این با مشتری 7 دقیقه 1.8 کیلومتر فاصله دارم. بزن بریم. خب اینجا از مشتری باید 14 یورو و 46 سنت نقدی بگیرم. چاو. Grazie mille. Ciao. Buon appetito. Ciao. اینجا هم 54 سنت انعام گرفتم. خود سفارشم بود 4 یورو و 20 سنت. جمعاً میشه 4 یورو و 74 سنت بابت این سفارش گلوبو. خب من یه سفارش از جاستیت گرفتم. رستوران نسبتاً دوره. با رستوران 14 دقیقه 4 کیلومتر فاصله دارم. برو بریم. Ciao, sì. Grazie. Ciao. Ciao. خب این سفارش هم گرفتم. با مشتری 4.1 کیلومتر 14 دقیقه فاصله دارم. برو بریم.
21 این خونه بعدی احتمالا این 29 ایه، ولی خب بعدی 21 ای میشه. اینجا هم که نیست، شاید این توه. بیست و 23 21 ای همینجاست. Buon appetito. Ciao. Grazie. این هم از سفارش Just Eat. خب من میخوام روی صندلی بشینم تا سفارش بعدی بیاد. خب من سفارش بعد همین الان گرفتم. از اپلیکیشن گلوبو سفارش داریم، از مکدونالد. 3 یورو و 69 سنت. با رستوران 2 کیلومتر 8 دقیقه فاصله دارم. برو بریم. اینجا خیلی عجیب غریبه، چی میتونه باشه یعنی؟ اصلا رنگ ساختمونش رو میبینید چقدر عجیب غریبه. وای اینجا رو نگاه. بعد روی سازش یک سری حروف و اینجور چیزا هک شده. میخوره مثلا مال یک کتابخونه ای چیزی باشه احتمالا. کنجکاوم برم بالاش ببینم که چه جور جاییه. اینجا یه حالت پشت بوم داره، خیلی وایب عجیبی داره کلا. الان که روی مپ چک کردم دیدم که اینجا در واقع یکی از بزرگترین کتابخونه‌های اینجاست. میتونم بگم تا حالا عجیب تر از این سازه ندیده بودم تو ایتالیا. خب سفارشمون از این مکدونالد شعبه کورنوه. Ciao. Sì, grazie. Uno e Grazie, ciao. اینم از این سفارش. بریم که برسونیمش. با مشتری خیلی فاصله ندارم، 7 دقیقه 1 و 4 کیلومتر. Let's go. حالا که 13 هم اینجاست. Ciao, just it. Puoi scendere per favore? Sì, arriviamo. Okay, grazie. Ciao. Ciao.
buon appetito. Ciao, grazie. این سفارش هم بود 3 یورو و 69 سنت. لاستیک هم کمبود شده. حالا میخوام تنظیم بادش کنم. کلا داشتم میومدم این سفارش رو برسونم، دیدم لاستیک عقبم داره صدا میده. به خاطر همین بود که خیلی کمبود شده بود. بادش تنظیم شد. لاستیک جلو هم که تنظیم بادش. خب تقریبا 5 دقیقه از سفارش قبلی میگذره. یه سفارش دیگه از گلوبو گرفتم 4 یورو و 10 سنت از رستوران اولد وایلد وست. قبولش میکنم. یه رستورانیه که توی مرکز خرید کورنوه، همون جایی که سفارش مکدونالد رو رفتم گرفتم. با اونجا 6 دقیقه 1.5 کیلومتر فاصله دارم. ساعتم 9 شد. من نیم ساعت دیگه شیفت جاستیت هم تموم میشه. بعدش چون کار دارم دیگه نمیتونم روی گلوبو آنلاین باشم، برای همین میرم خونه و امروز رو تمام میکنیم با 3 ساعت شیفت دلیوری غذا. خب رستوران اولد وایلد وست اونور میشه. Scusi. Ciao. Globo. Solo questo non è ancora pronto. Ok. 593. Thank you. Grazie. You're welcome. Ciao. با مشتری 12 دقیقه 3.3 کیلومتر فاصله دارم. گرافیتی رو ببین. بذارید برم از نزدیک نشونتون بدم. اینجاست. خیلی باحاله. Ciao. Marco? Okay. Buon appetito. Ciao. این بود از شیفت امشب من. در مجموع 3 ساعت کار کردم از ساعت 6:30 تا 9:30. بریم حساب کنیم ببینیم امشب چقدر درآمد داشتم. از اونجایی که جاستیت حقوق ساعتی میده 3 ساعت رو ضرب در 8.75 میکنیم، میشه 26 یورو و 25 سنت اونجا. به علاوه این که جاستیت به ازای هر یک سفارشی که بهمون میده 66 سنت پرداخت میکنه. من امشب در کل یه دونه سفارش داشتم. جاستیت به ازای هر 1 کیلومتری هم که مسافت طی میکنیم 6 سنت پرداخت میکنه.
میکنه. من تو اون یک سفارشی که گرفتم 5 کیلومتر و 600 متر مسافت طی کردم که اونم ضرب در 6 سنت میکنیم میشه 33 سنت. در کل درآمدم از جاست ایت 27 یورو و 24 سنت شد. بریم سراغ درآمدم از گلوو. من امشب در کل 5 تا سفارش از گلوو داشتم و مجموعاً با انعامی که گرفتم درآمدم شد 25 یورو و 53 سنت از گلوو که به علاوه درآمدم از جاست ایت میکنیم. در کل درآمد امشب من شد 52 یورو و 77 سنت بابت 3 ساعت کار دلیوری غذا که درآمد خیلی خوبی محسوب میشه. در واقع میشه ساعتی 17 یورو و 59 سنت. این بود از ویدیوی امروز. امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید، برای دوستاتون بفرستید. حتما نظرتون رو راجع به ویدیو واسم کامنت کنید. دوستتون دارم. تا یه سفارش دیگه و یه داستان دیگه. هری بدرچی.